با چاقم برا دلجمع باش، هر کار باشد. رو چند برا کار میکنی؟ 3.5 ساعت. خیلی برا خب دادم 3.5 ساعت به روزا 3.5 ساعت کار گری خیلی نیه. چند نمیده ولی هر چی میده کار میکنه، مشکل نداره. تو خرج دارم میدم 100 تا سری هم به تو میدم برو. رفت نیه بری. بیا که بری. بیا. سکو برو. بله. باشه که کاری هم که دارم و برای تواره بگو. بله بگی. اول اسمت چیه؟ اسم من گیله. اسم من که هست نورالله. خوب. خیلی آدم غریبی معلوم میشید. بله برو. به سر گذر که من تو ندیدم واقعیت دل من به تو بسو. زنده باشیم برار من. برو ما آدم صغیریم برو. ما 8-9 نفر نون خوریم. ما به گردن من برو. تا شون میام به سر همین میدون میشینم برو. انا کار بگیر من نمیآید. سکو برو رو. من که اول بیام آدم تو سعی کردم بفهمیدم که واقعیت از آدم غریب‌تر به من گذر نیه. ما به توی قول میدم که سال بس مگاره به پیش ما خودم کار کنیم. ما خوب تو بگفتم نام نورالله مثل یک براری بری به پیش. زنده باشی. کار من که هست کار باغداریه. سال من 12 ما کار دارم. سوا خرج تو رام میدم. راستی یک چیز دیگه تو پرسان کنم. متعهدی یا مجرد؟ متعهد و مجرد یعنی چی؟ یعنی زن داری یا نداری؟ نه برو زن نیام. پس دیگه خلاص من نمیتونم پاره بکار. من زن ندارم. من زن جا براتون گفتم به درد تو نمیخوره. فقط از این صحت تو برار خود منی. ها برار خود منی. هر کسم که از تو پرسان میکنه بگوی برار من. برار من. خوبه. فهمیدی؟ تا با هم زنده هم که بشیم خدمتگارم بود. زنده باشی. خیلی بینیم برا. تشکر. دلجان خوش بکو. بریم. سلامت باشی. سکو رستی یک چیز دیگه. حال ما و تو که برار شدیم. درسته بگو که برار منی. برار منی. سبا که هست به خیر میشی عروسی برار من. عروسی من؟ عروسی برار دیگه می. شما برار دیگه. ما سه براریم تو هم چهارمی. زنده باشی. بفهمیدی؟ عروسی از این است به خیر میشی حال اول مگر بریم امیل است طالار خریدین بکنیم. بفهمیدی؟ به طالار. بریم تحویل کنیم بعد از این خودت تو حرکت میکنه بریم سرکار میریم. خوبه. بفهمیدی؟ سه برار ما بودیم چهارمی هم تو شدی. هر کس هم که از تو پرسان میکنیم یادم چه کاری تو رو بگو برار من. خوبه. حال میری چی میخری؟ حال میریم همین خرید برین میستونیم روغن میستونیم خریدایی که به طالار بخوره مگر بریم اول بستونیم. خب دیگه ما بریم تحویل کنیم که صبح چاش به خیر عروسی باشه. یک لطفی اگه برار بکنیم همین نانه برام بارسی خو خبر بارسی برو خبر کنه. تو چری که کار می‌ذاری تو که برار باشی مادر تا مادر منو نه مگر مادر تو باشه مادر من دیگه چی فرق می‌کنه؟ میگم ما تو فقط برار شدیم هر کس تو میپرسه میگی برار. خلاص خبری. الان برار یک چیز بگیه. شما اگه پیار داشته باشیم نانه پیار شما نمیستونه. بعد از اینکه پاری هلا کوده بیا بریم. خوبه. بیا لا بیا. خب سکنیم برای خوب گردم ما دیگه همی شیاطی که با کار بود به داخل تالار ما بستوندیم انالی از ما که کم بوده 12 بوجه برنج بفهمیدی 5 بشکم روغن شمزالت 2 بستم ربع 1 کیلویی به کار داریم خلاص صحیح مشکل نداره برارم هر چی مسته باشه ما به خدمت شما 12 بوجه برنج 12 بوجه برنج اعلی دیگه اون برنج خوب به تالار جام باشه همین برنج برار بیترین برنجه خب ببریم به تالار رو اگه آشپز خوش نکنه پس میتونه پس بیاریم بیوجی وا کردن ما برمیداریم خوبه خب شما بریم به خود چرخ چیزی بگیریم ما انا بچار میکنم که بالا شما رو دم درام بیا لالا بیا بچه بیا اگه برنجار تاکو حساب شما جمع کنم برای 40600 میشه. چنده؟ 40600 میشه. 40600 روپیه. 12 بودی بریم 5 روغن 16 لیتر 2 بستم. خیر بینی برو. نه لالا گولا یاد مرفته. اشته کن. کلولا اینا رو بشماریم 5000 رو بگیریم. اینا چنده؟ 5000 لالا. خوش مدل سهیه دیگه 5000 سهیه. سه کنه لالا. من اینا رو میبرم بدم تالار. بفهمیدین؟ اینا رو میبرم طعم میکنم. انا برار من میگم پیش شما شیشته.
اینا رو میبرم بدم تالار تام میکنم پس تو دیوار میکردم دیگه پولا شما رو میارم 5600 گفتین لالا بله 40600 5000 که بدادیم 35600 دیگه میشه خوبه باشه برو چشما صحیح اگه مینا به کار شما نه لالا خود جواب زنده باشیم خیر ببینید من برار ما دیگه میگم پیش شما شیشته چای هم میخوری بله چای سعی کنه یک چیزی بازی بده شما وقتی نه بچی هستی خب لالا اونم اینجا هست برو هر چی میگه من کشمیش خوش دارم ماما صحیح بیا اینجا بشین تو بیا بله لالا نریم مجبوری میایم خب بیا تو چای بله خدا حافظ فعلا چای نوشیدنی کنم چای اینا کشمیشی یا شیرپره برای جی عروسی هستون یا عروسی برارتونه بله یه عروسی هستونه عروسی تونه نه برار من عروسی ندارم من برار دگی تونه ای ازو برار ازونه چطه ازو برار ای ازو برار ازونه عروسی و برار تو وضعی چی داره دیگه برار تونه دیگه و نه ما او مرتکت گفته که تو برار منی ما برار نیو ما برار ما یک برار داره عباس نام داره او برار منه این مرتکت نیو گفته که برار منی این نفر برار نیه نه ما به سر کارگر میدم ما به سر گذر میدم راست میگی بله یا اینه چرا از اول چی نگفتی راست خود دو نفر ما برار ما کلیگریم کلیگری ها ما بیام در سر بای مرغون مردش بیار گفت تو به تجاده بیار گفت تو بگو برار منی ما تو سه بعد خرج منم با باغ برای کار کنیم گفت سبا علیسی برار من بیاقلیم برار تو چرا از اول که برفته بود به می چی نگفتی جلوشو که در به در جلوشو که 35 از پر ببر جلوشو که به در سرا تو بریم به در سرا من یک براری دارم خود نانه من تو بیا که برین که من معلوم کنم ایشته شد تو بیا که برین جلوشو ایشته نه تو اول چرا به من نگفتی به چی میفهمیدم کجاه؟ چی؟ کجاه خونه شما؟ خونه با خیلی بقل خرابه دیگه مختار نمیره اونه دست را ما اونه منجه جلد این سرا من آنه برار من بیامد او برار منه اونه تو همون مثل از او برار بیا جعلی تو به در نشه بیا لالا سگو کی برار تو چی دستگول به او داده سلام علیکم کیا هستیم برار شکر چی اینا چی عباس خیر سلامتی پیاز ده کجا برار جو میگم پیاز میکندم بله لالا جو همی برار تو خوده برار کلونتر تو کاله مگه برار منیه بی آماده به فروشگاه ما آماده 40,000 خوردی خرید کرده 5,000 ریپه بده دیر بشونده اونجا که من میرم پولاد اگر میارم هر روز ماه شوم شه تا به حال او برار تو در دروغ نکده حال بایی به من میگه او برار منیه من چون من سرگذر آورده چی تو میگی؟ از او پرسان که برار من نه خود بابا لبز ازی تو بیتر میفهمی برار جو اول که من شما رو نشناختم دیومی که داستان ما اختلاط کردیم اصلا نفهمیدیم که چی بگفتیم اگه یک دفعه دیگه هم برید چکار اگه چکار شده یک ما به سر گذر بدم تو که به سر گذر میری خب مرتکه که بیامد به بگو تک روز 300 به تو میدم خب یک بار نچسکه بیامد بگو که تو برار منی برار منی گفت تو برار منی هر جا میریم بگو برار منم بعد برای به دکون از اینا که دکون کلانه دارم برای این روغن خرید گو عریسی سبا عریسی برار منه انا به زینا ماشون چند پول بده دگرای بومون نکنه به من گو بشی 3 ساعت 4 ساعت بشیشتم نماد انا این لالا میگه که تو چرا اول نگفتی الان 35,600 روپیه شما میدیم برارمه خونه میره میاریم از جامعه پیدا میکنه از هر جا میاریم شما صبر کن دست پام با لرزه شد چه کار کردی گیلک تو میشنیختی اون نفره کی نه مرتکه کی بوده گوشته به تو گفته تو برار منی تو ببرده فروشگاه سر تو کلا وردشته
سودای سنو گفتم اینجا بشی برفته بخو. من چی میفهمیدم؟ کی بوده؟ سرصبح. سرصبح. تو مثل عقل تو نمیکشه که آدم بیگونی دیشته آدم برار خوبه که او گفتم بگو برار منی. من میگم برار منی. شما که فروشگاه داری؟ بله یا. خب برار خور بگردم من مردکه سودا میستونه پولکا خور نقد بستونه. لالا گفت این لیست تالار عروسی برار منه این لیست من با تالار میرم پولا را خونه بر میدم. من میدم شما نگو تو من یک بار دارم عباس نم داره. مبارک باشه برو جو. تو دم نفر برفته بود به من گفتی. من مزدورم با سر زمینا. حقم سه پیاز میکنم کار دیگه میکنم این خود اینا کار که من صبح پیاز کنی بیدم. خیلی نانه من. نانه. برو من سر میرم سر. نانه چی جیغ چی غپه؟ نانه. نانه. داره بدار که نانه گیلک ما. چری؟ ما فروشگاه بیاد سعی کنید چی میگه؟ میفهمی چه کار شده؟ چی میگه ما فروشگاه؟ نه گیلک از سر گذر مرتکه گوردشته گفته بیا بریم تو خودیم کار کو بفهمیدین؟ خوب. بازی گفته تو برار بنی این تارتو غلاف کنه زلو هم قبول کرده که تو برار بنی این برده با فروشگاه سودا بستونه چند سودا ماما؟ 40600 بستون 5000 بعد 35600 دیگه بمونده 40600 به سودای سودی اونجا بگدیشه گفته ما میره پولار میارم اما تا خود سودا برفته و عروسی برار من خاله جان 12 بجی برین 5 بشک روغن 2 کارتن هم روب برده خاله ما چه کار کنیم برا تو با پوست کمی نفر نمیشناسی خاله جان از اون بپرسید و میگه نه برا شما چه کار کنیم من هی برا ما که هسته میره به سر همون گذر همونجا شیشته کار پیدا شد نشه پس میام سلام میگه پا نمیفهم ما شیریک داریم برارم زندگی ما دکون ما اله 35600 روپیه بیارن که ما میرم گوش کش من یک بیچاره بیوزانی من میدونم تو صغیر کار میکنه یک لقمه پیار مشیاور مدل مشیاور نداره خوب کاری کردی همینجا پرده ما میشه خوب کاری کردی خیرات همین همسایه به ما میده ما از کجا آورده میگذره به چی خور بگردم پیناک سیاما به خاک که هرچی غریب و در بدر خنکنده به خان ما مفته که خاله ما چه کار کنم چی خدمت کنم خونه ما همین خونه و زندگی ما سعی کنیم اینا کسی با دری پنه ما هیچ چی نداریم به چی اشته تو برا من تو هم قبول کردی با چی میفهمیدم عقل دادم مرگ چی میفهمیدم فروشگاه میگفتیم من اینجا گفتم خودت تو کار کنم فروشگاه وردی من بابا من تو میبرم گوتاک بس بچه باغ گوش که چی برد ماما بابا 12 بوجی برین 5 تا روغن 16 لیتر 2 کارتن هم به کیلویی 1 سال خرج خور برداشتم فروشگاه نه 1 سال نه خاک برای جواب مامان بده حالا من چه کار کنم برادر من چی خدمت کنم من چی خاک سیاه به سر کنم خور به در و دیوال بزنم چه کار داریم ما فروشگاه بوده برادر یک سگ گیرنده داریم نمی‌ایت تو به نظر من به 12 ساعت می‌خریدم که بوکسم تر تو بزن که پرش ببین درس را برادر مسکو خاک برنگ شما به تو چی میگم برادر جو ما هم اینجا 12 تا کارگر داریم پولا ما که نمیدیم برار ما بریم به اندازه پولا ما پیش ما کار کن تا ما پولا ما پر شهر ما راجع من نوکر شما نه ما خود مسئول من نوکر تو نیست که بدم پولار بدم برای تو بدم مزدم امینه با چی میفهمم که نمیدادیم ماما خیرات 35000 روپیه من خیرات دادم این سرخی ماما 99 تخته کم داره خود شما میفهمی بیشتر صد یکی این سرخی برار من سرخی تو که هوشیاری بیا که برین 35000 روپیه به پیش ما هوشیاری میدم کار نمیکردم او برار میگفتک بیا بریم به پیش ما کار کو تا پول ما پر شه نه من نمیفهمم چی میگی ماما حالا چون این به چی هوشیار شما بره به پیش ما کار کنه تا ماهاش پر شه نه کار کنه ما شب چی بخوریم ببریم بابا ببریم خودم ببرک خودم این خیرات نمون بیا برو کاکا برات کار خبره ایر بابا ببریم ما اینجا خود شاگرد کنیم پولاش ما خلاص رو اصلا شیم رای نکنیم اونجا باشه خاک برنگ ازشون اصلا گم کنیم ای برار ما در بدر کنیم تو ما خاطر ما گریه نمیشه دق نمیشه استاد نمیشم نه خب ما دلشو خاک برنگ ازش برو پیش ارباب برو بده نه گیلا که برد نه خب چی میفهم نه من کو با خونه ما بالا سر شما کو من نیم دیگه من چی خاک سیاه به سر کنیم من این سری خیلی ندیدم به جوانی دیدی چیکار کنم میبینه که ما بردم غریبی می 4 قدم بریله میکنه که بیایم چی می فقط دل می سوقت درس اور نه نه خاطر چیش ترسونی میکنه دیگه میگه با که دیگه این کار نکنه نه این گلی پیازا بگیریم جگا بگدشم الان اومد گدیون استونه ما میرم برای حدیثه کن چه کار میشه خوب نه چه کنم دست از بچه‌ها الا دختر نشو بزین بالا و بالای سرین الله تعالی بیا دیارت کنی شیر خدا را کجی؟ انگیلا
یالا کرادی بیا چه تو بریم کاره؟ بیا خواهی همسایه مانه بیشتر همسایه شما نه خب با همسایه تو به چی کار دارم بیا که بریم چه کاری گیلا؟ چیه؟ چه کاری خیلیته؟ میرمان ببرم پیش ارباب ده شما برارمه این خب چه نایه دیگه؟ ارباب صاحبون برارمه ارباب صاحب خیلیته سلام لالا خوبه بخیر خیلی برارمه سلامتی اونو برار من بیام بخیر لالا جان اسم شما چیه؟ کجی کجی جان سه کنیم برارم ما فروشگاه داریم به شهر بله همی آدم خود یک آدم دگی بیام در گنجگاه 12 بیجه برین 5 بشکه روغن 2 کارتن رو باز ما بستون 40,000 خوردی حساب شد 5,000 بعد 35,000 دیگه بمون گم من پول ندارم عروسی برار من میبرم به اینا به تالار من خونه پولار میارم آن برار من اینجا بشینه 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت برار از ایشته از این پرسان میکنم که چه برار تو نامد میگو برار منیه بالاخره لالا چی سر تور به داد یارم 35,000 روپیه پول مارمی آدم و دست از اون نفر دوست تحویل که اون نفرم را خور بگیری برم گیلا کی بوده؟ بچم یک مرتکه که بیام امیت یک دفعه نیلیلا گو دیگه نفهمیدم گو فقط گو اسم من نیلیلایه یعنی تو به تدی کنه دینا بوشون را خوب بگیری جان برار منی سودارم ببو 12 بوجه برین وسایلا همه وردش ببرد لالا سچرخ گیری ورد کار که یعنی این به ببرد پیش ما گیرگان نگادشته که برای پلاش ما رو برارم سعی کنین که من به شما چی میگم آنی هم براره نه براجو یا براجو برو گیلکه مادرم به گریه شدم براجو مادرم به گریه شدم ما غریب ماما جو من پول میداشتم میدادم به شما ماما جو یک پول ندارم من خود دستم بزدگی میکنم پول نداری بیا بریم به پیش کارگر شو 35,000 تو که ماش پور نشد پا بخی برو باید تیر باشین براجو ایر گفتم بچه ارباب منطقه بپرسیم بگین یا پول دارم لالا من ایر نمام ایر به خرج نمام ایر گفتم این تو 3 سال خرج خونه خور میده مادر و پیر و هم پیر که بیچارا ندارن خداوند بیامرزه ببخشیم شما خیر باشه مادر از اینا بیوزنیه این دو برا رو همین خرج خونه خور میدن این که بره کیمای مصرف از یعنی بچه ارباب صاحب شما با ما بگین که من چه کار کنم شما شما یک کار بکنیم به 100 کار بیارده او آدم کلاورداری بوده ایران که دیده آدم سعودیه به سر ازی بیچاره می که فیلمی برفته خداوند دیگه خیر و برکاتی به شما بده و موزینی که برای از اینا که پولا جواب برای چه میفهمم من براجو وای وای اگه برای خود شما کارم کنه تعالی با 3 سال کار کن تو پولا شما لالا این که بابا همه فروشگاه شما رو میخوره این خرج خورم بیاره به پیش ما مفته کار کنه ایر نمایم هر شما با یک بالا میندازه ما یک هوشیاری بدیم ما به 35,000 تا اون برابر نمیکنم دست و بال شما وای ببخشیم شما برو لالا برو ده گال ما از تو چی بستون چی بگویم بچه ارباب من خوناقای بشینین اون صبح شوم خون ندارم موشا خونی نگوشنه گلی بس بارا برارم من بعد فکر خورور داره سادیه نمیفهمم از این بزور بعد دگه کستور نبره و دگه جو مشام دیگه گفتم بسی سر نمیره سادیه سعی کنشته که پول لاغرم که بخوره اینا مشا خونه غریبم چند دفعه بیام دیدم ورگشتن گفتم اینجا بری چی بخوره برو کال تو میبره برارم سعی کنی این کس سادیه میگی من هرشم برگوزی که به تمیدی نمیفته غیر از این میگی لگ دیگه کسی نمیدونه کنم دیگه یک که خرج میخونه نمیدم این برا من کسی خیری نیه بر جا میره یک بالای به دست من بابا سینگاری سرسای روزی زکاتی خیراتی بخیر باشین برارم شما خیر بدم ماما بریم پولان خوبا بخشید